حالا در اینجا شما تا این اسکرین رکورد بانک جهانی رو مشاهده که میکنید، بنده روش چند تا مطلب روز جهان رو براتون صحبت میکنم. کوتاه، حالا کمتر از 5 دقیقه 10 دقیقه، و که کسانی که دوست دارن علاقمند هستن گوش کنن. در روزگاری که امیر تیمور گورکانی فاتح بزرگی بود، بالاخره درسته بیرحم بود، خیلی قتل عام کرد، ایرانیان رو قتل عام کرد خیلی جاها، نه تنها ایران. تقریبا در 1-2 دهه آخر عمرش بود که به تصمیم گرفت به قول معروف به همین عثمانی حمله کند. عثمانی اون زمان هم ابرقدرت دوران خودش بود. توجه میکنید، بایزید حاکم بود که یک لقب خیلی درشت و اینجور چیزا هم داشت که معنی این لقب این بود که مثلا با یک ضربت شمشیر بایزید شتر 2 نیم میشود، همچین چیزی. امیر تیمور در خاطرات خودش هم نوشته است مثلا که هر وقت به جایی تصمیم میگیرید حمله کنید با دشمن چیزی، به این آوازه های اونها زیاد توجه نکنید که مثلا بله این ضربت شمشیرش شتر رو 2 نیم میکند و فلان و اینجور چیزا. و به هیمنه، منظور این بود که به هیمنه دشمن توجه نکنید و کار خودتون رو انجام بدید. عثمانی اون زمان ابرقدرت روز دنیا، خب امیر تیمور هم تقریبا نیمی از دنیای شرق رو فتح کرده بود، مثل روسیه، مثل آسیای میانه، مثل ایران، هندوستان، اینها رو فتح کرده بود و عزم غرب کرده بود. بغداد رو هم فتح کرده بود، سوریه، شام رو هم فتح کرده بود و عزم اصلا اروپا غرب رو داشت، نه تنها عثمانی رو تصمیم داشت شکست بدهد و از اونجا به سمت اروپا برود، که البته این بعد از فتح عثمانی حالا اتفاقاتی افتاد و نشد به سمت اروپا برود. دوباره در کشورش اغتشاش شده بود و طغیان شده بود، دوباره ارتشش رو فراخواند باز به سمت شرق برای سرکوب یاغیان و اغتشاشگران و طغیانگران. همونطور که عرض می کردم به سمت عثمانی رفت، از سمت عراق و شام و سوریه. عثمانی هم در اروپا در حال جنگ بود. بایزید ارتشش رو از اروپا سرجم کرد و آمد، ارتش بزرگی هم داشت و پیغام پسخون دادن که صلح کنیم و فلان و اینجور چیزا. امیر تیمور صلح نکرد، چند تا ترفند زد و یک کارهای خودش رو انجام داد، از جمله باروت رو. یکی از چیزهایی که سبب میشد امیر تیمور نیمی از جهان رو فتح کرد باروت بود. باروت اون زمان تکنولوژی روز دنیا بود، یعنی مثل بمب اتم امروز بود. توجه میکنید و اردوگاه زد نزدیک ارتش عثمانی، دور اردوگاهش رو محکم کرد، هنوز باروت نداشت. توجه میکنید که البته میگفت اون روزها بارندگی هم بود و مشکلات بود و برای بارود میگفت حتما باید یک چند روزی آفتاب میشد که اون دانشمندان و متخصصان این رشته و صنعت این رو بسازن و پهن کنند و تا جلوی آفتاب خوش شود و آماده
انجام عملیاتش شود. خلاصه میگفت که من اردوگاه زدم، سربازانم رو فرستادم، از روستاها و اطراف در و تخته ها رو جمع کردن، اطراف اردوگاه چیندن که یک وقت ارتش عثمانی به ما پاتک نزند. و من در این مدت کارها رو انجام دادم و یک سری سربازانی ارتش عثمانی داشت، به اونها وعده وعید داد که سمت امیر تیمور بیاین، که بهشون وعده وعید داد، مثل وعده وعیدهای خالی و پوشالی غرب که امروز به سرتاسر دنیا میداد و داخلش هیچ چیز نیست. امیر تیمور هم وعده وعید به اونها داد، ولی بعدا همه رو خل و سلاح کرد. توجه میکنید؟ همه رو قلع و قم کرد بعد از پیروزی. و بعد از اینکه کارهاش انجام داد، باروت رو ساخت، یک روز سر صبح فرمان حمله به ارتش عثمانی رو داد و بعد از حمله پیروز شد، بایزید رو دستگیر کرد، اونا رو شکست داد. خب عثمانی عرض کردم اونم ابرقدرت دوران خودش بود و عثمانی فتح شد، که بعدش تا اون قسمتی هست که همین ایاصوفیه، مسجد ایاصوفیه که روم شرقی، در اون پایتخت روم شرقی بود که در دورانهایی خیلی ها تصمیم داشتن فتحش کنن، فتح نشده بود و مشکلات زیادی داشت. مثل معاویه تصمیم داشت اونجا رو فتح کند، نشده بود. بعد خیلی ها تا سلطان محمد فاتح بعد از تیمور اونجا رو فتح کرد. تیمور هم داشت برنامه ریزی میکرد بعد از اونجا رو فتح کند و به سمت اروپا برد، که بعد همونطور که عرض کردم بهش خبر دادن که در فلان نقطه از کشورت اغتشاش شده است، که دوباره آمد و از سمت آذربایجان و اونجا یک حاکمی داشت خیلی هم ظالم بود، اون رو شکست داد. و حالا بعدها بنده در آینده در این مورد هم صحبت خواهم کرد که در همین سفر بایزید اسیرش شده بود. تیمور گفت که من میدانم هر کس سلطانی که به اسارت در آمده است مرده است از دنیا و من میمیرم در این سفر، تو پسرم را به جای من بگذار. که بعد گویا در این خاطرات تیمور نام سلیمان آمده است، اما در تاریخ نامی دیگر است، ولی کلا همون فرزندی که با یزید سفارش میکند تیمور هم قبول میکند، فرمانش رو مینویسد و پسرش را به جای او میگمارد در ملک عثمانی به شرط اینکه خراج گذارش باشه. خلاصه منظورم از این صحبت ها این بود که شما بدون اینکه به تهدیدهای دشمن از مثل آمریکا نگاه نکنید. آمریکا تصمیم دارد با صحبت و مذاکره و هر چیزی که میتواند از دست شما بگیرد، دستتون را خالی کند، بعد حمله کند. توجه میکنید؟ هر فنی که دارد، مثلا این هسته‌ای شما باید کار خودتون رو انجام بدید. مخصوصا پروژه های مخفی، تمام کشورهایی که ساختن از جمله خود آمریکا پروژه های مخفی داشتن. شما باید تا امروز ساخته باشید، اگر نساخته باشید دیر شده است که هزینه های سنگینی بابتش پرداخت کردید. امروز که باید اون رو داشته باشید نداشتید و خطر بسیار بزرگی تهدید می کند شما. کشورهای اتمی، شما پنجه در پنجه کشورهای اتمی، قدرت‌های بزرگ جهان انداخته اید. اینم شوخی نیست، باید آماده باشید و کار خودتون. بعد که آمادگی داشتید شما باید خواسته های خودتون رو ابراز کنید، از اونها بخواهید که مثلا همین خواسته هایی که اونها دارن همین ها، مثلا میگن اتمی، شما باید بگید شما اتم رو میخواید چیکار کنید، یا خلاص دست دشمن رو شما باید خالی کنید نه دشمن.
شما باید هسته ایشون رو بخواید، شما باید ازشون موشکاشون رو بخواید، حتی بگین باید جنگنده هاتون رو بیارید تحویل بدید، خواسته هاتون رو باید ارتقا بدید، ببرید بالا و خواه نخواه به یک جایی با دشمن به هم خواهید خورد. اونجا باید دشمن رو تا میتوانید ضعیف کنید، بعدش هم که حمله کنید. ترس و وقتی که جنگ وقتی که آمادگی داشتید، سطح آمادگیتون بالا بود، خودتون رو آماده کرده بودید که جنگ ترسی ندارد. به قول حضرت امام جنگ نعمت است. توجه میکنید؟ این هم از این مسئله ها را امروز خواستم کوتاه خدمت شما عرض کنم. انشالله در وقتی دیگر باز جلسه دیگر در مورد ایران و جهان و تاریخ دنیا صحبت خواهیم کرد و انشالله که مفید واقع شود و کسانی که مسئول هستند و دستشون در کار هست سریعا اقدام کنن، تعلل نکنن که خدایی نکرده اگر مشکلی پیش بیاد شکست بخورید، یعنی تا هزاران سال ایران دیگر به خودش نخواهد آمد، کشور ویران خواهد شد، کشور نابود خواهد شد. ببینید دیگر نمونه هم در تاریخ هست، هم در امروز دنیا وجود دارد که عراق چطور شد. امروز بنده دیدم از موسل یک برنامه‌ای بود ساخته بودن، موسل ویران، شهر 2 میلیون نفری، نصفشون آواره، نصفشون قتل عام شدن، خیلی هاشون شهرشون هم که ویران. مثلا این نمونه جلوی چشم همین، مثلا یکی همین اواخر اتفاق که آمریکا حمله کرده است یا خیلی جاهای دیگر. توجه میکنید؟ خب موفق و پیروز باشید. و اینم از آخر عرضم عرض کنم که کسانی که دوست دارن در بانک جهانی حساب ارزی داشته باشن، تمامی ارزها از جمله دلار، پولهای کشورهای عربی و یورو اروپا، تمامی کشورها وجود دارد و کسانی که قصد خرید ارز دارن مخصوصا از 2 میلیون دلار به بالا می توانند حساب ارزی داشته باشن. خیلی امنیت بسیار بالا، هیچ مشکلی هم برایشون پول شما به وجود نمی آید. حتی حساب های شما امکانش به گمانم وجود دارد که بیمه شود که پول شما هیچ مشکلی برایش پیش نیاید و برای نقل و انتقالش، نگهداریش و این گونه مسائل. خب موفق و پیروز باشید. اجرکم عند الله.